سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز. شروع میکنیم با پخت و پز. 250 میلی گرم آب، 250 میلی گرم شیر و یک قاشق نمک، یک قاشق خوراخوری و یک قاشق خوراخوری دروش یعنی خمیره خوب و 50 میلی گرم روغن معمولی. خوب، ما در اول خمیر میکنیم. ما چی آماده میکنیم؟ سزمه یا چگلدک یا هر چیزی که شما نام می‌نهید میدونید که یعنی چی است. تقریبا 50 میلی گرم آرد. ما باید خمیر چگلدک را، خمیر انا همین سزمه را کمی چی میگوین نرمتر باید که بشوریم، یعنی نرم باشد، سفت نباشد، سخت نباشد، باید نرم باشد، خیلی ملایم باشد. در جریان کار میبینیم که ما چی باید کرد. یکی از خوراک‌های ملی تاجیکی به شمار میرود. خب الکی ما خمیر را آماده کردیم، میگذاریم تا برسد، یعنی میگذاریم تقریبا نیم ساعت است، یک ساعت است، هر چیزی که باشد میگذاریم. خوب، تو آماده کردن خمیر سبزوات رو یعنی چیز رو، زیلی رو، اوکراپ و برگ پیاز رو خرد میکنیم، خیلی خرد میکنیم که با اون خمیر آمیخته میکنیم. بعدا به هر نوعی که شما مناسب میدونید میتونید که خرد کنید، همچون که ما این طور خرد کردیم. خوب، کبوتی ها هم تمام. الکی خمیر ما رسید. چیکار میکنیم؟ این رو باید آماده کرد، یعنی آمیخته میکنیم. و یک قاشق قرنفل تند، خاکه قرنفل تند. اگر پفوکوس و یعنی مثل اوروسو، یعنی چقدر هر کس موافق خواهش خودش میخواهد که یعنی اگر تستر خواهید یعنی تندتر خواهید میتونید که تندتر کنید. خب میبینیم که آماده کردیم و دوباره میگذاریم تا خمیر برسد، تا خمیر کامل شود. او رسید تقریبا. خوب، تقریبا نه یعنی 100%. ما دستمون رو چیکار میکنیم؟ روغنی میکنیم تا دست نچسبد، چون که خمیر ما خیلی نازک است. و روغن رو داغ میکنیم، روغن رو جوش میکنیم، گرم میکنیم و کم کم انا همین طور موافق طبع خودتون میتونیم که 50 گرمی کنده به داخل روغن می اندازیم. مثل تیلامونان میکنیم. وقتی سرخ شد در آتش میانه، در آتش تیز نه، چون که داخلش نمیپزد، در آتش میانه. خب الکی این چگلدکی ما یعنی این سزمه ما آماده شد، یعنی چند دانه. انا همین طور چیکار میکنیم؟ ادامه میدهیم. خیلی آسان است و خیلی خوشمزه هم هست. شما این رو خود میدونید. الکی ما آماده کردیم، تمام شد. یعنی تقریبا 1 کیلو برین خمیر رو ما چیکار کردیم؟ تمام کردیم. خوب، انا ببینید چگونه خوشمزه و خوب آمده است. امیدوارم که این ویدیو به شما پسند می آید. دستگیری را فراموش نکنید. در آخر یک صلوات به پیامبر میفرستیم. خدا نگهدار شما تا ویدیوهای دیگر.